امروز 3 دکابر سال 2021 ما در یک از فیلیال های مرکز آموزشی اینتلکت قرار داریم، یعنی در نزدیکی تئاتر جوانان و خبر رو به شما رساندن هستیم. در امروز 10 گانه بهترین این مرکز ملی تحصیل اعلام کرده شد. 10 گانه بهترین 10 داوطلبی که طالب علمی که بر دانشگاه طبی داخل شدند و در تمام مقیاس جمهوری تاجیکستان از همه بالای اینکه خالهای بلندترین رو صاحب شدند و از داخل این دانشجویان 14 گانه بهترین در 10 گانه بهترین 14 دانشجوی بهترین قرار داشت. از این 14 تا 10 تایش ختم کرده مرکز آموزشی اینتلکت میباشند که آنها در دوره تئوری در مرکز آموزشی اینتلکت تئوری دیدند و آنها کیا میباشند ما یک بار به سهم شما میرسانیم. شراب و موزونه 496 از 10 دو بال گرفت. شراب و موزونه 496 از 10 دو بال. رحیم و نورانگیز 495 از 10 یک بال. امیرزاده و افزو 495 از 10 یک بال. عبدالله و نگینه 495 از 10 4 بال. دولت شیرالی 495 از 10 یک بال. معلوم بهرو 493 از 10 9 بال. خاصیت مهرو 494 از 10 7 بال. جمعه و ریحانه 494 از 10 7 بال. رحیم زاده نیلوفر 493 از 10 7 بال. رحیم زاده نیلوفر. سلیم زاده انوره 493 از 10 7 بال. ببینید که از 14 داوطلبی که ختم کردن و از همه بالهای بلندترین رو سزاوار گردیدن، از این 14 تا 10 تایشان ختم کرده مرکز آموزشی اینتلکت میباشن که این 71% رو در بر میگیرن. از 100% 71% رو در بر میگیرن و بار دیگر ما سپاسگزاری خیش رو با تمامی معلمان مرکز آموزشی اینتلکت میرسانیم و برای آنها برای کار موفقیت تمام آن رو داریم که سال آینده این فایز رو این فیصد رو به 100% رسانند. حالا ما نوار رو نشان میدیم، دقت چگونه آنها رو مرکز ملی تستی و دانشگاه دولت طبی تاجیکستان چگونه آنها رو پیشواز گرفتن و تبریک کردند. دانشگاه مذکور عبادزاده سیفالدین، معاون اول مرکز جعفرزاده سبزلی فیصلی و سردار شعبه انتخاب و جابجاگذاری کارمندان ریاست امانت‌ها امین مرادعلی و همزمان سردار سرریاست شهر دوشنبه اسماعیل زاده بهرام دعوت کرده می شود. از روی نامیناسیون در گانه بهترین امتحان‌های مرکزآلوده داخلشوی در سال 2021 به صحنه نظیرов از انجام دعوت کرده می شود. از انجام نظیرов دستپروری مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 24 شهر وحدت بدین‌ها در اختصاص استوماتولوژی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام اولین سینا تحصیل کرده ایستاده است. یک فرصت مبارک باشد. از روی همین نامیناسیون و صحنه شراب و موزونه دعوت کرده میشود. موزونه شراب و ختم کرده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 91 ناحیه سینای شهر دوشنبه بوده. عین حال در اختصاص استوماتولوژی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا تحصیل کرده ایستاده است. قرصک میزنیم به افتخارشان. نسل جوان که در راه علم و معرفت پیوسته تلاش میکنند و امروز در این نامیناسیون
Шарокова Мавзуна. Хатм кардаи масъят таслоти миёнаи умумии рақами 99 донишҷӯи донишгоҳи давлатии тиббии Точикистон ба номи Бояд ресид. از روی همین نومیناسیا به صحنه نورانگیز رحیمова دعوت کرده می شود. نورانگیز رحیمова خاتم کرده مسئله تحصیلاتی میانی عمومی رقمی 42 ناحیه فردوسی شهر دوشنبه بوده. این حال در اختصاص کار طبابتی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی سینا تحصیل کرده ایستاده است. یک فرصت گرفتار شده است. از روی همین نومیناسیا به صحنه روح‌افزا امیرزاده دعوت کرده می شود. امیرزاده روح‌افزا مرحبا. روح‌افزا امیرزاده دستپروری مسئله تحصیلات میانه عمومی رقمی 42 ناحیه فردوسی شهر دوشنبه بود. در این حال در اختصاص ادارتی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی سینا تحصیل کرده ایستاده است. یک فرصت گرفتار. از روی همین نومیناسیا در صحنه دولتov شیرالی دعوت کرده می شود. مرحبا. شیرالی دولتov ختم کرده لیسه نزد دانشگاه تاجیکستان ناحیه شهر دوشنبه بوده. توسط مسئله تحصیل مرکز ملی تستی و اختصاص استمراری دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی سینا داخل شده است. یک فرصت گرفتار شده است. از روی همین نومیناسیا به صحنه بختیارزاده عزیزبک دعوت کرده می شود. بختیارزاده عزیزبک دستپروری لیسه رقمی 1 شهر اسپره بوده. این حال در اختصاص کار طبابتی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی سینا تحصیل کرده ایستاده است. یک فرصت گرفتار شده است. مبارک باشد. از روی همین نومیناسیا به صحنه مغلوب بهرالله دعوت کرده می شود. بهرالله مغلوب ختم کرده مسئله تحصیلات میانه عمومی رقمی 25 ناحیه سینای شهر دوشنبه بوده. این حال در اختصاص کار طبابتی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی سینا تحصیل کرده ایستاده است. مبارک باشد. از روی همین نومیناسیا به صحنه نیگینا عبداللهیova دعوت کرده می شود. نیگینا عبداللهیova ختم کرده لیسه رقم 2 ناحیه سینای شهر دوشنبه بوده. این حال در اختصاص کار طبابتی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی سینا تحصیل کرده ایستاده است. از روی همین نومیناسیا به صحنه خاصیت مهراج دعوت کرده می شود. مرحبا. حتما جایزه ها و تحفه ها و شخصیت ها معرفی کردیم سپرده می شود. مرحبا. همزمان از روی همین نومیناسیا به صحنه جمعه و ریحانه دعوت کرده می شود. مرحبا. ریحانه جمعه‌ова ختم کرده مسئله تحصیلات میانه عمومی رقمی 96 ناحیه سینای شهر دوشنبه بوده. این حال در اختصاص کار طبابتی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی سینا تحصیل کرده ایستاده است. مبارک باشد. جمعه و ریحانه.
از روی همین نامیناسیا به صحنه بدیزاده صفی‌الله ملک نورالله دعوت کرده می شود. صفی‌الله بدیزاده ختم کرده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 29 ناحیه مسجد بوده. عین حال در اختصاص کار طبابتی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان و نام اولی سینا تحصیل کرده ایستاده است. یک قرصک و افتخار این جوانان. از روی همین نامیناسیا به صحنه بهروزی تورخان دعوت کرده می شود. بهروز دورخان ختم کرده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 ناحیه شمس‌الدین شاهین بودند. عین حال در اختصاص کار طبابتی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان و نام اولی سینا تحصیل کرده ایستاده است. مبارک باشد. از روی همین نامیناسیا به صحنه رحیم‌زاده نیلوفر فیض‌الدین دعوت کرده می شود. رحیم‌زاده نیلوفر ختم کرده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 5 ناحیه فردوسی شهر دوشنبه بوده. عین حال در اختصاص کار طبابتی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان و نام اولی سینا تحصیل کرده ایستاده است. مبارک باشد. از روی همین نامیناسیا به صحنه سلیم‌زاده انارا دعوت کرده می شود. سلیم‌زاده انارا ختم کرده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 56 ناحیه سینای شهر دوشنبه بوده. عین حال در اختصاص کار طبابتی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان و نام اولی سینا تحصیل کرده ایستاده است. بیایید صمیمانه به افتخار این دانشجویان موفق دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان قرصک میزنیم. باعث افتخار است واقعا که تعداد زیادی داوطلبان از روی نامیناسیا از این دانشگاه هستند. اظهار سپاس در تشکر. خواهش میکنیم یک لحظه از مهمانان یک لحظه خواهش میکنیم تمام اشتراکچیان نامیناسیا را به صحنه دعوت میکنیم و افتخار یک عکس خاطروی برای تاریخ. واقعا برای هر یک اشتراکچی این روز خوب خاطرمان و تاریخی است. به در قرصک میزنیم و افتخارشان مرمت به کمال احترام به صحنه دعوت میکنیم. مرمت اشتراکچیان. واقعا شایربانو باعث افتخار است که در زمان صاحب استقلالی نسل جوان کشور در راه علم، در راه معرفت، در راه دانش و صاحب کسب و هنر گردیدن پیوسته تلاش می‌ورزند. ما در پرتو سیاست سازنده دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان علالخصوص پیشوای ملت محترم امام علی رحمان می‌بینیم که جوانان برای تقدیر این روز و آینده دولت و ملت برای رشد و آبادی مملکت در عرصه جهان میان دولت‌های متمدن عالم یک مقام شایسته کسب کردن تاجیکستان مسئولیت بسا بزرگ بر دوش دارند و امروز همین جوانان سعادتمند دانشجویان که امروز در این نامیناسیا صاحب سپاسنامه، تحفه‌ها و جایزه‌ها گردیدند گواه این گفته است. یک قرصک به افتخارشان می‌زنیم. مبارک باشد. تشکر. سلام علیکم. جان سپاس.